با سلام خدمت شما رفقای گلم به پارت دهم چنل خودتون یعنی فونیکس درایو خوش اومدید. بریم سراغ قسمت دهم آموزشاتمون و بریم یه قسمت دیگر رو با هم داشته باشیم و یک سری مباحث دیگر رو هم با هم یاد بگیریم. در کنار این من وقتی که میبینید میام یک قسمت، یعنی من از پارت 1 تا پارت 9 رو اومدم آپلود کردم. سعی میکنم این قسمت ها بالا زود به زود آپلود بشه که شما بتونید از آموزشات استفاده کنید. من درباره یک سری چیزها در اولای دوره شاید بهش اشاره نکرده باشم، ولی تو این قسمت به صورت خیلی جزئی بهش اشاره میکنم. وقتی که من مثلا یک پارتی رو میام، مثلا دارم میگم یک پارت، مثلا پارت اول که درباره روانشناسی ترید بود، اومدم صحبت کردم و یک سری چیزها رو گفتم که شما وقتی که یک پارت و یک قسمتی رو شما میبینی خیلی مهمه که اون مطالب اون قسمت رو شما یاد بگیری. پس شما ببین، من واسهش زمان تعیین میکنم ولی حداقل زمانشه، حد اکثر زمان خاصی نداره. یعنی شما ببین تا آخر عمرت که شما، ببخشید دارم میگم، مثلا تا 80 سالگی هم شما بخوای تریدر باشی، شما باید تا 80 سالگی کل تمرین ها رو داشته باشی. یعنی شما انقدری باید هر روز تمرین بکنی که شما وقتی که استراتژیتو میبینی چشمن متوجه بشی که اون استراتژیته. و مثلا شما برای مثال استراتژی BRM که حالا شما آموزش خواهید میخوای یاد بگیری، میخوای ببینی و وقتی که میری بک تستشو میگیری، شما با چشمن اصلا متوجه اون استراتژیت بشی. اصلا استراتژی TRH که میگم TRH ببخشید TRT که شما بخوای یاد بگیری، اونم بالاخره شما وقتی خیلی تمرین کرده باشی و تمرین‌های فراوان رو انجام داده باشی، شما وقتی ببینی اصلا چشمن رو چارت، وقتی که ببینی واسه مشخصه که اینجا TRT اتفاق افتاده، اینجا استراتژی BRM اتفاق افتاده، اینجا استراتژی ABC، اینجا اسکی سیستمه و خیلی چیزای دیگه که شما باید بالاخره یاد بگیرید. و وقتی که شما هر پارتی رو که میبینید، شما حداقل یک هفته نیاز به تمرین دارید واسه اینکه اون نکته رو یاد بگیرید. خب و حالا با خودتونه، حد اکثرش من کاری ندارم، ولی شما باید واسه یادگیری کامل یک نکته باید حداقل زمان واسه یک نکته یا برای یادگیری یک نکات بذارید. خب دیگه بیشتر از این صحبت نکنیم دیگه، بریم سراغ توضیحات اصلی ویدیو که ما میخوایم درباره 4 تا رکن اصلی این ویدیو صحبت بکنیم: اصلاح و پول بک چیست، که ما این رو صحبت میکنیم دربارش. و درباره اصلاح، پول بک و BOS که من توی قسمت قبلم گفتم توضیح خواهم داد، چون FVG هم خب بالاخره من تو بخش پارت نهم که درباره FVG بود، من درباره این 4 تا گفتم توضیح خواهم داد که FVG در اکثرا در یک روند شارپ و قوی شکل میگیره که در یک روند خیلی سریع که شکل میگیره یک سری گپ ها رو به جا میگذاره. این مثلا گپ FVG، خب این وقتی که رفته بالا میاد به این FVG برمیگرده، در 99% مواقع FVG رو پر میکنه و در جهت روند حرکت میکنه که من این رو تو ویدیو قبلی به طور کامل صحبت کردم و به نکاتش پرداختم. این قسمت ما درباره اصلاح صحبت میکنیم. اصلاح، پول بک. اصلاح و پول بک تقریبا یک معنی رو میدن که اینو من صحبت میکنم. بعدش BOS رو ما با هم داریم و CH رو ما با هم خواهیم داشت. خب اول از همه ما به مبحث اصلاح و پول بک برسیم. ببینید ما از کجا بفهمیم که در یک روندی که ما داریم، مثلا الان ما یک روند صعودی داریم، از کجا معلوم که ما یک روند نزولی که داریم به این میگن پول بک؟ اصلا بدونیم اول اصلاح و پول بک یعنی چی. ما به اصلاح و پول بک به چیزهایی میگیم که
به استراحت کردن بازار میگن اصلاح یا پول بک. برای چی این بازار اصلاح یا پول بک میکنه؟ برای اینکه وقتی که ما یک روند صعودی خوب رو داریم، حالا چه در یک روز 2 روز، حالا این طول متغیره، خلاصه ما یک روند صعودی قوی داریم، درسته؟ یک روند صعودی داریم که این روند صعودی اومده نیاز به اصلاحات داشته. یعنی خب نمیشه که همینجوری بره بالا، همینجوری سیخ کنه، همینجوری بره بالا. یک سری جهان نیاز به یک استراحت یا اصلاحی داره که بره واسه ادامه روند، که ما به این اصلاح و به این استراحتی که به اصلاح میگن انجام داده، ما به این میگیم اصلاح و پول بک. توضیح ساده و عامیانه شو که تونستم توضیح بدم. اصلاح و پول بک به این میگن که شما یک روند صعودی داری و یک سری اصلاح و پول بک رو داری. خب حالا این سوال اصلی اینجاست، وقتی که ما یک روندی رو داریم، من بر فرض مثال روند صعودی داریم، این اصلاح و پول بک در چه حد این روند اصلی میتونه باشه؟ یعنی مثلا وقتی که یک روند اینجوری داریم، چقدر این روند صعودی رو میتونه اصلاح بده و بعد بره بالا؟ سوال جالبیه. اکثر مواقع، در 95% مواقع، حداقل دارم میگم، حالا بیشترش که دیگه با جای خود داره، حداقل تا نصف این روند صعودی، یعنی تا نصف این یک روند اصلاح میده. یعنی مثلا شما اینو به 2 قسمت تقسیم بکنی، حداقل تا نصف این روند میاد اصلاح میکنه و میره بالا. حالا احتمال داره این نصفش بیشتر هم بشه که من درباره این صحبت میکنم که اگر نصفش بیشتر اصلاح کرد، ناحیه بعدی کجاست، ناحیه بعدی کجاست، که ما با استفاده از یک ابزار مهم که قبلا هم یک بار اسمش شنیدید که به نام فیبوناچی هم هست، ما این نواحی رو در میاریم. حالا من به صورت توضیح اصلاح و پول بک رو بپردازیم، ذره صحبت کنیم اینجا، بعد میریم رو چارت مثال ها و درباره این اصلاح و پول بک صحبت میکنیم، بعد میرسیم به بخش توضیحات CH و CH و BOS. خب پس ما توضیح داریم وقتی که ما یک روند صعودی داریم، برای فرض مثال این روند صعودی نمیشه همجوری سیخانه بره بالا، که ما در وقتی که یک روندی رو داریم، یک روند صعودی داریم، یک اصلاح و یک پول بکی داریم که این نشانه ضعف فروشندگانه و اینجا فروشندگان دارن خسته میشن و دارن تسلیم این خریداران مقتدر میشن. چرا؟ چون اینجا ما یک روند قوی داشتیم که این روند قوی اومده یک سری اصلاح ها رو داشته و اومده ادامه اون روند رو اومده شکل گرفته. پس ما مفهوم اصلاح و پول بک رو به صورت مفید و خلاصه متوجه شدیم که وقتی که ما یک روندی رو داریم، یک روند صعودی رو داریم، خب از کجا بدونیم که آقا این روند صعودی پایان یافته و این پایان یافتن این روند صعودی در حال شروع شدن یک اصلاحه؟ خب این خیلی سوال جالبیه. شما وقتی که چندین تا کندل داری، حالا من زیاد نقاشیم خوب نیست، من چند تا اینجوری میکشم، یک کندل هایی مثلا به این صورت داریم، درسته؟ یک کندلی داریم، اینا کندل های سبز ماست. خب حالا من اینا اینجا که کش رسیدیم، خب اوکی، اینجا همه ببینید کندل های سبز ماست، میبینید اینها همه کندل های سبزن تا به اینجا که میاد دو سه تا اینجا چی میشه؟ کندل مثلا قرمز تشکیل میده، درسته؟ وقتی که این روند صعودی شکل میگیره، خب و این کندل آخرین کندل این روند صعودی ماست و بعد از این کندل اومده 3 تا کندل مثلا خلاف جهت زده، ما به این نتیجه میرسیم که شروع روند صعودی اینجا بوده و پایان روند صعودی اینجا بوده. پس از این کندل به بعد ما وارد فاز اصلاحی میشیم، درسته؟ و روند فاز پول بکی میشیم و میریم واسه روند بعدی که مثلا اینجا چندین تا کندل میزنه، کندل کوچیک، مثلا چندین تا کندل ضعیف. خب اینا یه سری کندل های قوی هستن. حالا رو چارت ما بهتر متوجه میشیم.
وقتی که ما یک روند صعودی قوی داریم با کندل های اکثرا خوب داریم و وقتی که ما یک سری اصلاح ها رو داریم، خب این اصلاح اکثرا با کندل های کوچیکه و با کندل های خیلی کوچیک داره این اتفاق میفته و این نشانه ضعف فروشندگانه، ضعف فروش هاست. من اینجا طولانی میشه، ضعف فروش هاست که این نشانه اصلاح و وارد فاز اصلاحی شدنه که این فاز اصلاحی که تمام بشه میره واسه روند صعودی بعدی. خب پس ما متوجه شدیم وقتی که یک روند صعودی داریم و چندین تا کندل سبز میزنه و بعد از اون چندین تا کندل قرمز میزنه، ما متوجه میشیم که آقا اینجا این روند صعودی ادامه دار شده و از اینجا به بعد وارد یک فاز اصلاحی شده. خب و یه توضیح کوچیک درباره این که ما با فیبو میخوایم چجوری کار بکنیم برای پیدا کردن نواحی پایان اصلاح. یعنی چی نواحی پایان اصلاح؟ یعنی ببین ما اینجا منشأ شروع شدن روند صعودی ما مگه اینجا نبود و مگه اینجا و در اینجا مگه روند صعودی پایان نیافت؟ پس اینجا شروع شد، اینجا روند صعودی تموم شد و از این کندل به بعد گفتیم که وارد فاز اصلاحی شد. درسته؟ خب ما از اینجا میگیریم یک فیبو، از اینجا به اینجا یه دونه فیبو میکشیم. خب ما گفتیم در اصلاح ها و در پول بک ها در 95% مواقع قیمت حداقل تا نصف اون روند اصلی ما اصلاح میکنه. درسته؟ ما حالا درسته درباره فیبوناچی صحبت نکردیم ولی اصطلاحاً تو این قسمت درباره چند تا مقیاس ها صحبت میکنیم. توضیحات اصلی میمونه برای ویدیو اصلیش که اون حالا نمیخوام زیاد مغزتون رو درگیر بکنم ولی میخوام کلی صحبت بکنم درباره اصلاح ها و پول بک ها. ما یک مقیاسی در فیبوناچی داریم به عنوان مقیاس نیم. خب این نیم به معنای نصف فیبوناچیه. اوکی، این وقتی که به این ناحیه مثلا اینجا باشه برسه به ناحیه نیم، اینجا میتونه روند ما رو به بالا دوباره برگردونه. ولی اگر از نصف بیشتر اومد اصلاح کرد، ما یک مقیاس دیگری داریم به نام مقیاس صرف 618. اوکی، اگر هم اصلاح روی 61% یا 61.8% راضی نبود، ما ناحیه آخری داریم به نام 0.786. به مقیاس 0.786 میرسیم که من گفتم در 95% مواقع حداقل به ناحیه نیم میرسه. اگر بیشتر اصلاح کرد مقیاس بعدی میشه 618 و مقیاس آخری که دیگه در اکثر مواقع روند برگردونده 0.786 ماست. خب و یکی از بهترین ابزارها برای اینکه بدونیم کجا میتونه روند ما برگرده که من گفتم در 95% مواقع نصف روند رو اصلاح میکنه. خب ما نصف روند رو با هم میتونیم به صورت چشمی در بیاریم. مثلا این روندش میشه نصفش میشه اینجا مثلا. خب برای این مثال ما مثلا الان 7 تا کندل داریم، اگه بخوایم حسابم بکنیم 3.5 اونور 3.5 اینور میشه این مثلا وسطش. درسته؟ خب این چشمن هم میشه حساب کرد ولی اگه بخوایم دقیق در بیاریم یک فیبو از منشأ شروع اون روند تا پایان اون روند میکشیم. اولین ناحیه میشه ناحیه نیم. خب که من توضیح دادم که در 95% مواقع قیمت حداقل تا نصف اون روند اصلی رو اصلاح میکنه و بعد میره برای روند اصلی. در اگر هم بیشتر از نصف اون روند خواست اصلاح کنه، ناحیه حمایتی بعدی میشه ناحیه 618 و اگر هم ناحیه 618 نتونستی روند اصلاحی برگردونه، ناحیه 786 میتونه ناحیه حمایت شونده و ادامه اون روند رو به ما بده که میتونه حالا مطلب جالبی باشه. پس ما به صورت خلاصه فهمیدیم اصلاح چیست، پول بک ها چیست که من گفتم جفتش یک مفهومو داره و چجوری میتونیم نواحی احتمالی اصلاح رو ما متوجه بشیم که گفتیم حداقل نصف اون روند اصلاح میشه و اگر هم نصف اون روند اصلاح بیشتر اصلاح شد میرسه به ناحیه 618 و اگر هم بیشتر اصلاح شد میرسه به ناحیه 786 که من اینو رو چارت بهتر بهتون توضیح خواهم داد. میریم رو چارت، یه سری توضیحات رو ما رو چارت داشته باشیم که من بتونم بهتون یه سری مثال ها بزنم روی چارت. این فیبوناچی ماست
میایم اینور. خب میایم اینور. خب الان شما ببین ما یک روند نزولی داشتیم، درسته؟ که من بهتون اومدم یه سری توضیحات دادم، گفتم وقتی که ما یک روند نزولی داریم، این روند نزولی یک سره نمیره پایین، که یک سری روندها و یک سری اصلاح‌ها رو داره، درسته؟ این رونده اومده یک روند نزولی شکل گرفته به این حالت از اینجا تا به اینجا، درسته؟ بعد اومده این روند رو نصف بیشترش حداقل اومده اصلاح کرده، که من گفتم شما میای یه دونه فیبو میکشی از اینجا تا به اینجا، درسته؟ که من اومدم گفتم شما وقتی که فیبوتو میکشی، اولین ناحیه‌ای که میتونه قیمت رو به پایین برگردونه و حداقل جایی که میتونه روند اصلاح بشه نصف اون رونده، که ناحیه نیم اینجا مشخص کننده است. میبینی اینجا بعد از که فیبو رو کشیدیم اومده بالا به ناحیه نیم رسیده، بعد که ناحیه نیم یعنی نصف این روند اصلاحش کافی نبوده اومده به ناحیه 618 و در آخر اومده به ناحیه 786 رسیده، که این 786 اومده روند رو برگردونده. که ما 3 تا عدد رو گفتیم دیگه، ناحیه نیم، ناحیه صفر نیم و ناحیه صفر 618 و ناحیه صفر نقطه 786، که در 95% مواقع حداقل نصف اون روند رو اصلاح میکنه، و اگرم نصفش کافی نبود میاد به این دوتا مقیاس بعدی هم امکان داره برسه. خب پس ما اینجا یک مثال خیلی واضح رو داشتیم، یک روند نزولی، و اگر میخوایم بفهمیم که اصلاحش میتونه تا کجاها ادامه داشته باشه، اولین گزینه ناحیه نیمه، دومین گزینه مقیاس 618 و سومین مقیاس 786. میریم سراغ مثال های بعدی. خب سری حالا اینم بگم، حالا شاید اینم میشه، الان شما بگید چرا اینو حساب نکردی، اینم میشه حساب کرد. ببین الان شما یک روندی داشتی، یک روند صعودی، که من اصلا اینا خودش یه نوع BOS که من تو مثال هم توضیح خواهم داد، نمیخوام اینجا دربارش صحبت بکنم. اینجا ما یک روند صعودی داریم که در این روند صعودی اومده یک سری اصلاح ها رو کرده. خب الان سوال اینه، الان ما اینجا رو فیبو بکشیم، درسته؟ خب معلومه که درسته. ما اینجا یک روندی داریم، منشأ شروع روند صعودی اینجا بوده، درسته؟ و منشأش و در پایان روند صعودی اینجا بوده دیگه. بعد از اون اومده چندین تا کندل قرمز رو به پایین زده، میبینی؟ خب این یعنی نشونه شروع شدن روند اصلاحیه. خب ما یک روند اصلی داشتیم، خب که این روند اصلی اومده 70%ش اصلاح کرده و ادامه اون روند رو اومده شکل داده. خب این روند اومده یک فیبو بهش وصل شده، یک فیبو از منشأ شروع روند و یک فیبو پایان اون روند، که در اون پایان ما اولین ناحیه که میتونست اصلاح بشه و برگرده بالا ناحیه نیم بوده که 50% کافی نبوده، اومده به دومین مقیاس رسیده که اومده مقیاس دوم 618 ما بوده، و در مقیاس سوم ناحیه 786 بوده که اینجا دیگه اصلاح نتونسته بیشتر پایان، یعنی اصلاح بیشتر ادامه نداشته و از اینجا روند دوباره به ادامه اون روند شکل گرفته. خیلی هم عالی، به صورت کاملا واضح و تمیز. میایم عقب‌تر. الان شما ببین ما اینجا یک روند داریم، میبینید الان اینجا رو یک روندی داشتیم، به اصطلاح اینجا اومده یک روند نزولی شروع شده، اینجا یک فیبو داشتیم از اینجا به اینجا. خب میبینی الان همون اومده اینجا شکل گرفت. حالا درسته با بررسی نکردن بقیه هیستوری ها که بعدا متوجه میشید که دارم درباره چیا صحبت میکنم، ما داریم درباره فقط اون اصلاح و پول بک صحبت میکنیم، چیز دیگه نمیخوام بگم یه وقت مغزتون منحرف بشه از مطلب اصلی. ما یک روند نزولی داریم، درسته؟ این روند نزولی اومده چی شده؟ منشأ شروع این روند نزولی اینجا بوده که اومده ما اینجا یک فیبو کشیدیم و پایان روند نزولی اینجا بوده، درسته؟ وقتی که پایان روند اینجا بوده و بعد از اون اومده چندین تا کندل سبز شکل داده، ما متوجه میشیم که اینجا پایان روند نزولی و وارد فاز اصلاحی شده. یک روند نزولی اصلی و روند اصلاحی.
ما اینجا فیبو رو داشتیم. اولین ناحیه‌ای که میتونسته پایان اصلاح باشه ناحیه نیم بوده که اومده رسیده کافی نبوده و اومده به ناحیه 618 رسیده و از اینجا اصلاح پایان رفته و رفته سراغ جهت همین روند. میبینید این روند که نزولی بود اومده همون جهت رو ادامه داد به همین راحتی. و میریم سراغ مثال بعدی. یه چند تا مثال بزنیم که وقت برای BOS و CH و CH هم بمونه، زیاد ویدیو طولانی نشه. حالا اگر هم دیدیم ویدیو طولانی شد، مبحث CH و CH و BOS رو حالا میذاریم توی ویدیو بعدی توضیح میدیم، چون عجله‌ای هم نداریم، چون این مبحث اصلاح و پولبک که مبحث به ظاهر ساده ولی خب مهمه که شما بتونید روندهای اصلاحی رو تشخیص بدید. ما یک روند اصلی داریم، خب یک روند اصلی داریم، یک روند اصلاحی داریم، خب و این روند اصلی و روند اصلاحی خیلی مهمه که شما در کدوم جهت داری معامله میکنی. خیلی ها هستن این روند اصلاحی معامله میکنن، نمیخوام رد بکنم، نمیخوام هم تایید بکنم، ولی شما در هر صورت یک نکته مهمی که هست، در هر صورت ما موظفیم در جهت بازار ترید کنیم. این خیلی مهمه، اینو به عنوان یک نکته کلیدی به یاد داشته باشید یا یه جا بنویسید حتما. اوکی، پس ما این نکته رو متوجه شدیم. میریم سراغ مثال بعدی که من یه مثالم بزنم. خب الان ببینید شما، ما یک روندی داشتیم اینجا، درسته؟ حالا این رونده میتونه از اینجا فیبو کشیده بشه یا از اینجا، اصلا فرق نمیکنه، من از بالا میکشم. اینجا ببینید یک روند نزولی کاملا واضح رو داریم که اومده یک روند اینجوری نزولی رو زده. خب اومده حالا یه سری، حالا این اصلاح نمیتونه باشه ها، ولی خب من کلی دارم مثال میزنم. خب یک روند نزولی داشتیم که اون روند نزولی تغییر کرده و اون تبدیل شده به BOS های بالاتر که حالا بازم میگم اون توضیح میدم BOS اصلا یعنی چی. این اومده یک روند نزولی ساخته. منشأ شروع روند کجا بوده؟ اینجا بوده که اینجا که شروع شده اینجا اومده اون روند نزولی پایان یافته، درسته؟ این اومده پس از چندین کندل زدن و بالا رفتن اومده به ما نشون داده که ما داریم وارد فاز اصلاحی، وارد فاز پول بک میشیم. خب حالا این مثال حالا یه جورایی حالا میتونه درست باشه، حالا نظر هر کی که هست مهم نیست. خب برای مثال اینجا این روند نزولی که اومده شکل گرفته، ما طبق اون توضیحاتی که دادیم اولین ناحیه‌ای که قیمت در 95% مواقع در روندهای اصلاحی میتونه بهش برسه مقیاس نیم فیبوناچیه که اینجا به این ناحیه نیم که رسید 50% کافی نبود، اومد به دومین ناحیه اصلاحی یعنی ناحیه 618 رسید و دیگه به ناحیه 786 نرسید و از همونجا شروع کرد به ادامه این روند نزولی. خب این از این. و چیز دیگه که بخوام دربارش صحبت بکنم، بریم یه مثال دیگه هم بزنیم، یه چند تا مثال دیگه که بیشتر متوجه این قضایا بشید. الان ببینید ما اینجا یک روندی داشتیم، ما روند داریم دیگه، ما مثلا یک روندی مثل این روند رو داریم، یک روندی هم داریم حالا به صورت این روند. خب این هم رونده دیگه، ببین این الان این یک رونده، این یک رونده، این هم یه رونده، مثلا این هم یک رونده حتی. و حالا در اکثر جاها این فیبو خداییش کار میکنه و فیبو یه جورایی اصلا معجزه است توی این ترید که من میگم اصلا خودش یه ویدیو جدا داره و اینا تو این ویدیو میشه توضیح بده، ولی ویدیوی چون جدا داره یادگیریش هم خیلی مهمه، برای همون من یک ویدیو جدا دارم واسه فیبو. خب بپردازیم به مطلب اصلیمون. اینجا الان ما یک روند کامل صعودی رو داریم، مشخصه که با یک سری کندل های قوی اومده روند صعودی رو ثبت کرده. میبینین این کندل ها رو، این کندل های با بدنه هستن که اینها هم دربارش صحبت میکنیم. وقتی که یک روندی اومد بالا، این روند صعودی اومد پس از پایان یافتن این کندل های سبز و زدن این چنین کندل های قرمز نشانه پایان روند صعودی و شروع شدن روند اصلاحی رو به ما دادن. اوکی؟ و این روند اصلاحی
که من گفتم در 95% مواقع به ناحیه نیم میرسه و اگر کافی نباشه ناحیه این 618 و 786 رو هم داره که اینجا اومده به ناحیه 618 هم رسیده و به آخرای ناحیه 786 هم اومده رسیده و از اونجا روند اصلی ادامه دار شده و همون روند اومده طی کرده. یه مثال ما اینجا داریم که ببین الان ما اینجا یه سری کندل های با بدنه خوب داریم و اینا رو داریم. پس از پایان یافتن این روند و تشکیل شدن چندین تا کندل قرمز اینجا اومده به ما یک نشانه اصلاح قیمت رو داده و این نشانه اصلاح قیمت میتونسته تا ناحیه نیم پایین اومده و اینجا که به اصطلاح اینجا روند اصلاحی کافی نبوده به ناحیه 618 رسیده، باز هم کافی نبوده و اومده به ناحیه 786 رسیده که در اینجا دیگه نتونسته پایین تر بیاد و در پایان روند اصلاحی بوده و اینجا ادامه همین روند صعودی رو طی کرده. اوکیه، روند صعودی، اصلاح در روند، ادامه روند صعودی. به همین راحتی همونو بخوام مثلا به صورت خط بکشم، روند صعودی، اصلاح در روند، روند صعودی. اینجا هم همونه، نگاه کنید. ما اصلا بخوام به صورت خط هم بکشیم خیلی شبیه به همن. روند صعودی، اصلاح در روند، روند صعودی، روند صعودی، اصلاح در روند، روند صعودی. حالا این روند صعودی میشه این روند، این اصلاح هم که میشه روند ریزشی. به همین آسونی. و یه دونم ما اینجا حالا میشه که ما این رو داشتیم، شاید اینجا رو مثلا قیمت به هر دلیلی میتونسته فاندامنتال باشه یا هر چیزی باشه، اینجا اومده یک روند صعودی رو شکل داده، یک روند صعودی که شکل داده یک اصلاح در روند رو انجام داده، از اینجا اومده حالا روندش بالا رفته. حالا ریزشش نمیدونم واسه چی بوده چون اصلا من این تایمش هم نمیدونم و نمیتونم بگم واسه چی بوده، وگرنه ما یک روند صعودی داشتیم، یک اصلاح در روند و اینجا که اومدیم فیبو هم انداختیم ناحیه 618 ما بود و قیمت رو از اینجا برگردون. حالا ریزشی نمیدونم واسه چی بوده. و یه چند مثال هم که بخوایم بزنیم، مثلا اینجا رو شما نگاه کن، با اینجا یک روند نزولی داریم که اومده پس از پایان این روند نزولی در اینجا اومده چندین تا کندل سبز زده که اینجا نشانه پایان روند نزولی رو به ما داده و در فاز اصلاحی قرار گرفته. خب که در این فاز اصلاحی که قرار گرفته ما در 95% مواقع قیمت به ناحیه این مقیاس نیم میرسه و اینجا اصلاح کافی نبوده، اومده رسیده به ناحیه 618 که اینجا اومده پایان اصلاح بوده و ادامه همون روند اومده شکل داده. به همین راحتی. و چیز دیگه که بخوام دربارش صحبت بکنم، یعنی بخوام یه چند تا مثال دیگه بزنم واسش، البته خیلی الان یه چیزی که هست، یه نکته، حالا خیلی ها میتونن حالا اینو بر اساس یک سری ستاد استفاده کنن و بگن اصلا میشه با همین معامله کرد. درسته، ولی خب بستگی به خودتون داره که اینو دوست دارید به عنوان یک اصلا ستاد معاملات استفاده کنید یا نه. چون اینجوری که الان من دارم میبینم خب چیز مناسبیه و اصلا پیشنهاد نه میگم چیز بدیه نه میگم چیز خوبیه، بستگی به خودتون داره. اینو میگم چون شما بک تست میگیرید بهتر میتونید متوجه بشید که میتونید واسه یه معاملات استفاده کنید یا خیر. خب و واسه همین من فقط دارم با ترکیب کردنش با فیبو که یکی از بهترین ابزارهای توی ترید، واسه همین دارم با ترکیب کردنش با فیبو بهتون دارم اصلاح و پولبک رو به صورت کاملا ساده و کاربردی دارم توضیح میدم. و واسه همین حالا یه سری اصلا میگن فیبو نیاز نیست، مثلا وقتی که یک روند اینجوری شکل میگیره تو اصلا چشمم رو بفهمی نصفش اینجاست، مثلا ناحیه 618ش مثلا اینجاست، ناحیه 786ش مثلا اینجاست. خب خیلی هم میگن اصلا نیازی به فیبو نیست، کارت اشتباهه. ولی خب حالا هر کسی یه جوری میاد اصلاح روند رو پیش بینی میکنه دیگه، درسته که هر چیزی که 100% نیست شما میتونید به هر جوری که دوست داری مثلا استفاده بکنی. اوکی، مهم نیست. بریم سراغ چند تا مثال بعدیمون. حالا اگه هنجرمون کشید BOS و CH و CH هم توضیح بدیم، اگه نکشید ان شاءالله توی قسمت بعدی
BOS و CHOCH رو هم توضیح میدم و بعد میرم سراغ نکات بعدی و آموزشات جدید. خب الان شما ببین ما اینجا یک روند صعودی داشتیم به این حالت. خب این روند صعودی اومده چی شده؟ اومده پس از پایان یافتن این روند صعودی در این کندل و تشکیل دادن چندین تا کندل قرمز اومده به ما سیگنال روند اصلاحی رو داده. خب اینجا که اومده یک فیبو از منشأ شروع روند میکشیم تا به پایان روند که اینجا اولین مقیاسی که گفتم 95% بهش میرسه ناحیه نیمه که اینجا میتونه اولین ناحیه پایان اصلاح باشه که اینجا کافی نبوده، اومده در ناحیه 618 پایان اصلاح رو به ما با این کندل اومده اعلام کرده و از اینجا روند صعودی ادامه دار شده. همون روند در همون جهت حرکت کرده. اصلاح در روند، میبینید روند صعودی اصلاح، روند صعودی، روند نزولی اصلاح، روند نزولی. این خیلی مهمه که شما با فیبو خیلی ساده میتونی روندهای اصلاحی رو پیش بینی و در بیاری بالاخره با فیبو. اینجا الان ببینید ما یک روند صعودی داشتیم. میبینید این روندو ما اینجا منشأ شروع روند بوده، حالا قبلش هم میشه گفت یک روند صعودی بوده ها. خب این الان یک روند صعودی بوده، اومده اصلاح و پول بک، روند صعودی اصلاح پول، روند صعودی اصلاح، روند صعودی اصلاح، روند صعودی. من دارم فقط درباره این روند صحبت میکنم چون هر کدومشون یه روندن. خب نمیشه که کل 3 تا روندو بندازی توی فیبو، وگرنه اگه میخواید مثلا دارم میگم اصلاح این روند رو مقایسه کنی یعنی در بیاری باید همون روند رو بکشی. خب که اینجا مثلا این اصلاحش میشده اینجا نزدیکی نیم. خب الان من دارم درباره این روند صحبت میکنم که این روند اومده اینجا پس از تکمیل پول بک اینجا منشأ شروع شدن روند صعودی بوده که اینجا هم پایان روند صعودی بوده، مثلا در این کندل بوده تقریبا تو این کندل. بعد که اومده اینجا شروع کرده به روند اصلاحی، اینجا که ما بخوایم ببینیم اینجا اومده به پایان روند اصلاحی پایان داده و اینجا شروع روند صعودی رو داشتیم که رفته دیگه از اونور بالا. خب دیگه نمیخوام زیاد ویدیو طولانی بشه ویدیو ما، حالا من واقعا هنجرم نمیکشه. انشالله BOS و CHOCH رو توی پارت 11 هم انشالله توضیح میدم و اون رو هم حالا با مثال های زیاد با توضیحات کامل مثل این قسمت و سعی میکنم که اون رو در ویدیوهای بعدی توضیح بدم و نمیخوام زیاد ویدیو طولانی بشه. سربلند و موفق باشید و واسهتون بهترین ها رو آرزو میکنم. فعلا خدایا رو نگهدارتون.